ضمن گذراندن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 41 ساله ساکن نویه زفرآباد 27 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه با مقصد کشتار به منزل استقامتی مرد 44 ساله ساکن همین نویه وارد گردیده با داس آهنین با خود آوردهش یک چند مرتبه به اعضای بدن او زده از سبب بیدار شدن اهل عائله‌اش مقصد جنایتکارانه خود را به آخر نرسانیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. نسبت مرد گمانبر با ماده 32 قسم یکم کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. 8 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه شهروند نوربوتایف اسلامیدین سال تولدش 1997 ساکن نویه نورآباد هنگام در بلنده تپه واقع در زمین‌های چراگاه حدود دهه مرگان نویه دنغره قرار داشتند یادکای تراکتور تمغه بلاروس را که به تراکتور به واسطه قوه دست با همراهی دیگر شهروندان از بلندی به پایان فراوردن می‌خواستند یادکا چپه شده نام برده زیر یادکا مانده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند عریضه زن 34 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردید که 6 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه شخصان نامعلوم با رای آشکارا در نزد بنای استقامتیش از دست دختر نابالغ 14 سالش یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ گالاکسی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 1800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن نویه زفرآباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نسبت نام برده پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.